چالش خواب مرحله 9 روز 1 پس. خب امروز من حدود ساعت 8:20 بیدار شدم. قرار بود که کمتر از 8:20 و کمتر از 8:20 بیدار شدم توی مرحله 9 و خب انجام شد. خیلی هم خوب بود. خوابم کم بود، خوابم خیلی زیاد نبود، 6 ساعت و نیم بود، ولی اوکی بود. تونستم ردیفش کنم با یه پیاده روی و آفتابی به صورتم بخوره و یه تردمیلی هم رفتم و آب سرد. همه اینا ترکیبی که این روزا دارم امتحان میکنم و البته قهوه‌ای که قبل 6 خورده میشه و دیگه بعد 6 خورده نمیشه. همه اینا داره کمکم میکنه. خوابم خیلی بهتر شده، خیلی بهتر از ابتدای چالش شده و مرحله 9. حالا باید بریم تا مرحله 10 بزنیم یه چیزی راجع به مرحله 10 بگم. مرحله 10مون شاید آخرین مرحله باشه و یه ذره فرمت عوض کنیم یا فضا رو عوض کنیم، نمیدونم. بریم ببینیم چی میشه. تا اون موقع نظراتمون تغییر میکنه یا نه. فعلا